یه تیکه گوشت میدونم 500 گرم 1 کیلو 2 کیلو هر چقدر از این گوشت به من بدن با این ظاهر جذابی که داره با این تازگی و تراوتی که داره نشون میده باور بفرمایید من نمیتونم تشخیص بدم که این گوشت از یه همچین لاشه‌ای جدا شده. عرض سلام و وقت بخیر دارم. یه موردی که مدت‌ها بود منتظر بودم تا این مورد بهش بر بخوریم من به شما نشون بدم الان اومده اینجاست. ببینید از ریل اینجا جدا میشن لاشه‌هایی که مورد دارن، لاشه حذفیه، لاشه درگیر سل حذفیه. از اینجا انتهای ریل میان جلو، از اینجا جدا شدن اومدن اینجا. بفرمایید این لاشه ضبطی و حذفی و لاشه‌ای که حتما باید بره تو کوره سوزونده بشه. دقت داشته باشید از همینجا اول ابتدای کار خود داره ببینید درگیر بیماری سل، ضایعات سلی، توبرکل‌های سلی، ضایعات سلی داره نشون میده. اینجا این قسمت بچرخونید، بله روی دنده ها، روی قسمت قفسه سلی روی دنده ها ضایعات سلی. حالا اینم برای خودش طبقه بندی داره از چه نوعیه و چه ویژگی داره و چه نوع قضاوت کشتارگاهی باید در موردش انجام بشه. غدد دیگر رو هم بررسی کردیم درگیر بودن. ببینید اینجا این قسمت غده پیش‌کتفی درگیری رو کامل داره نشون میده. بیماری 100% قابل انتقال به انسان بدون هیچ شوخی و بدون هیچ تعارفی. اصلا براش فرقی نمیکنه این میکروب، این باکتری که شما خانوم باشید یا آقا باشید یا کودک باشید یا فرد میانسال باشید، قطعا بدونید شما رو درگیر خواهد کرد اگر این